سلام، محمد هستم از خودکاری آکادمی و توی این جلسه از دوره آموزش HTML مون قراره ببینیم که چطور میتونیم فایل های چند رسانه‌ای یعنی عکس و آهنگ و ویدیو رو توی صفحه HTML مون جاسازی بکنیم و در واقع تگ های مربوطه رو بنویسیم و استفاده بکنیم. برای این کار من ادیتور رو باز میکنم و یه پوشه برای این جلسه میسازم، اسمش رو میذارم 09 و یک فایل index.html هم برای این جلسه ایجاد میکنم و من وبکم رو از این گوشه بر میدارم که تمرکز شما به هم نریزه و در واقع صفحه کدهای پیش‌فرض HTML رو بذاریم من ایجاد بکنم با این متد. عنوان این صفحه رو من بذارم خودکاری آکادمی و بریم سراغ استفاده از تگ های مربوط به فایل های چند رسانی. با تگ مربوط به عکس ها که در واقع تگ ایمیج بود که آشنا شدین، یه اتریبیوت سورس میگرفت و آدرس عکس رو بهش میدادین و حالا یک اتریبیوت پرکاربرد و مهمی که داشت alt بود که مخفف alternative text هست. در واقع یک متنی رو اینجا می نوشتیم که در صورتی که عکس به هر دلیلی لود نشد اون متن به عنوان جایگزین اونجا نمایش داده بشه و یه تایتل هم مثلا میتونستیم بریم که یک تول تیپی برای عکسمون بنویسیم. این تگ ایمیج بود که قبلا باهاش آشنا شده بودیم. برای ایجاد ویدیو توی صفحه HTML مون از تگ ویدیو استفاده میکنیم به این شکل و آدرس ویدیوی خودمون رو در داخل تگ ویدیومون با یه تگ سورس به این شکل تعریف میکنیم. تگ سورس ما یه اتریبیوتی هم به اسم src که همون سورس هست میپذیره و آدرس ویدیو رو بهش میدیم و با اتریبیوت تایپ فرمت در واقع ویدیو خودمون رو بهش میدیم. اجازه بدیم من یک لینک ویدیو بیارم و اینجا جاسازی بکنم. خب مثلا من این لینک ویدیو رو اینجا جاگذاری میکنم و تایپش هم میشه ویدیو /mp4 دیگه، فایلمون mp4 به این شکل. من این تگ ایمیج هم کامنت میکنم که کاری باش نداریم، اون دیگه یادش گرفتیم. ذخیره میکنم و فایلمون رو اجرا میکنم، فایل HTML مون رو. خب این الان میبینیم که این در واقع پلیر ویدیو برای ما اینجا الان ایجاد شده. یک مشکلی که الان داره اینه که خب این دکمه پخش رو مثلا نداره که ما بزنیم و ویدیوی ما رو پخش بکنه. برای اینکه دکمه های پلیر ایجاد بشه کافیه که ما به تگ ویدیومون اتریبیوت کنترلز رو بدیم و ذخیره بکنیم. الان رفرش میکنیم میبینیم که دکمه پلی پاوز اینجا اومده، دکمه ولوم اومده، در واقع تایم رو نمایش میده و کنترل های در واقع پلیر ما اضافه شده. شما میتونین داخل تگ ویدیوتون چندین سورس
ایجاد بکنین. البته این برای این نیستش که شما چندین ویدیو رو، چندین لینک ویدیوهای مختلف رو بهش بدین، نه. برای این هستش، این قابلیت برای این وجود داره که شما ویدیوتون رو با فرمت های مختلفی، این مثلا MP4، شما با فرمت های مختلفی قرار بدین و مرورگرتون مثلا اگر قادر به پخش فرمت MP4 نبود، میره سراغ سورس بعدی که مثلا با یه فرمت دیگه هستش، که البته دیگه الان خیلی این کاربردی نداره، چون تقریبا تمام مرورگرها دیگه فرمت MP4 رو برای ویدیو پخش میکنن، یا مثلا فرمت MP3 رو دیگه برای موزیک همه مرورگرها امروزه پخش میکنن. به هر حال این قابلیت وجود داره که شما داخل تگ ویدیو چندین تگ سورس باز کنین و ویدیوتون رو با فرمت های مختلفی قرار بدین و این ویژگی هم وجود داره که شما داخل تگ ویدیوتون بعد از تمام سورس هایی که گذاشتین یک متنی هم بذارین برای حالتی که ویدیوهاتون هیچ کدومش لود نشد و مرورگر قادر به پخش هیچ کدوم نبود. مثلا اینجا بنویسین که مرورگر شما قادر به پخش ویدیو نمی باشد. مثلا اگر هیچ کدوم از این سورس ها رو نتونه پخش بکنه، این متن رو نمایش میده که عملا خیلی کاربردی نیست. همونطور که گفتم دیگه امروزه کلا همه مرورگرها دیگه فرمت MP4 رو پخش میکنن. برای تنظیم ابعاد این پخش کننده ویدیوتون هم که شما میتونین اتریبیوت های width و height رو بهش بدین که مثلا به این شکل تنظیم کنین اندازش رو، یا با در واقع فایل استایل CSS تون به این در واقع ظاهر دلخواه خودتون رو بدین، یا حالا اینا دیگه مربوط به CSS دیگه، یا در واقع اتریبیوت استایل رو باز بکنیم و داخلش CSS بنویسین. حالا اینا بیشتر توی دوره CSS بررسی میشه. به هر حال همچین کارهایی هم میتونیم بکنین. چیزی که تو دوره HTML مهمه یاد بگیرین اینه که یه همچین تگ ویدیویی وجود داره، همچین اتریبیوت هایی داره. به این شکل با تگ سورس آدرس ویدیو داده میشه که تگ سورس هم یه اتریبیوتی گفتیم داره که تایپ در واقع ویدیو رو باید مشخص بکنیم. تگ ویدیو یه اتریبیوت دیگه میتونه بگیره به اسم آتو پلی که اگر این رو براش بذارین ذخیره بکنیم، اینو به اینجا رو رفرش بکنیم، خود به خود ویدیو شروع به پخش میکنه که حالا توی مرورگر من ویژگی آتو پلی فایل های ویدیویی با صدا در واقع بلاک شده. بر همینه که این به صورت خودکار پخش میشه. الان میبینید اگه رفرش کنیم میگه به صورت خودکار پخش میشه. اینم از اتریبیوت آتو پلی. شما اگر بخواید زمانی که این به صورت خود به خود شروع به پخش کرد صداش میوت باشه، میتونین اتریبیوت میوتد رو بهش بدین که با صدا پخش نشه. به این شکل الان داره پخش میشه اما صداش میوت شده. چون مرورگرها معمولاً، یعنی اکثراً، به پخش خودکار ویدیوها با صدا حساسن و اجازه این کار رو نمیدن، چون باعث میشه کاربر آزرده خاطر بشه، اذیت بشه و در واقع چیز تو مخی میشه دیگه. ولی اگه میوتد باشه معمولا این اجازه رو میدن. برای
ایجاد تگ مربوط به آهنگ یا کلا صدا هم مثل همین تگ ویدیو از تگ آدیو استفاده میکنیم به این شکل و سورس هم براش تعیین میکنیم و تایپش هم باید بگیم. اجازه بدیم من لینک یک موزیک رو بیارم جایگذاری بکنم. خب من لینک رو جایگذاری میکنم، فرمتش mp4 هست، تایپش میشه audio /mpeg. مایم تایپ در واقع فرمت mp4 میشه mpeg دیگه. حالا شما در مورد مایم تایپ ها به این شکل مایم تایپ میتونین جستجو بکنین و در موردش بخونین که بهتره در موردش بدونین به این شکل. خب من این هم ایجاد کردم، ذخیره میکنم و میرم فایلم رو رفرش میکنم. خب اینجا الان ما پلیر مربوط به موزیکمون رو نمیبینیم، در صورتی که در واقع وجود داره اما نمیبینیم. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هستش که مثل همین تگ ویدیو ما این اتریبیوت کنترلز رو براش نذاشتیم که ما کنترلاشو بذاریم ببینیم. معذرت میخوام به این شکل. الان دیگه این دکمه های پلی و پاز و ولوم و در واقع زمان و ایناش هم داریم میبینیم به این شکل. مثل تگ ویدیو شما برای تگ آدیو هم میتونین آتو پلی و میوتد رو استفاده بکنین که البته آتو پلی با میوتد فکر نمی کنم خیلی کاربردی باشه، ولی زمانی که میوتد نباشه، این کنترلز هم نباشه، بدون که چیزی نماستادی پخش میشه. که البته باز هم شما زمانی که آتو پلی بذارین و میوت نباشه، مرورگرها معمولا به صورت پیش‌فرض از پخش خودکار اون جلوگیری میکنن که کاربر اذیت نشه. به هر حال این ویژگی ها وجود داره برای تگ آدیو. حالا شکل و ظاهرش هم که دیگه با CSS میشه تغییر داد. ما یه تگی داریم توی HTML و در واقع یک ویژگی داریم توی HTML به اسم iframe به این شکل iframe که در واقع مخفف اینلاین فریم هستش. کارش چیه؟ توسط این تگ شما میتونین یک صفحه دیگر رو در درون صفحه خودتون لود بکنین. با چی؟ با اتریبیوت سورس شما میتونین آدرس صفحه مورد نظر رو بدین و اون در واقع صفحه رو داخل صفحه HTML خودتون لود بکنین. مثلا من میخوام سایت گوگل رو اینجا توی صفحه خودم لود بکنم به این شکل. که حالا گوگل لود نشد، فکر میکنم که به خاطر مربوط به در واقع بحث ربات بودن هست. بذاریم من wikipedia.org رو بزنم، این رفرش میکنم. خب به این شکل الان این وبسایت wikipedia.org که من اینجا دارم
به اون شکله اینجا الان برای من توی آی فریم لود شده. اوکی، پس این تگ آی فریم هستش به این شکل. باش میتونیم این کار رو انجام بدیم که حالا باز اینم میتونیم بهش عرض و ارتفاع بدیم، مثلا به این شکل. اینم ذخیره میکنم، رفرش میکنم به این شکل. خب اینو چرا گفتم؟ یه قابلیتی وجود داره که توی یوتیوب و آپارات و اینا ممکنه که دیده باشیم، بهش میگن قابلیت امبد یا جاسازی میشه فکر کنم فارسیش. مثلا این صفحه یوتیوب رو بذاریم من باز بکنم. این اینجا تو قسمت شیر یه قابلیتی داره به اسم امبد. شما اینو که بزنین کد آی فریم مربوط به این ویدیو رو میده. در واقع سورسش هم نگاه بکنین. بذار من اینو کپی بکنم بیارم توی کدهای خودم. سورسش رو نگاه بکنین. آدرسی که داده آدرس چیه؟ آدرس خالص این پلیره دیگه. در واقع به این شکل میبینیم فقط این پلیر. این صفحه رو به صورت آی فریم توی وبسایت شما لود میکنه. اینو الان من ذخیره بکنم، بیام اینجا اینو رفرش بکنم. این اون قابلیت امبده که توی یوتیوب و آپارات و خیلی از سایت های دیگه هست، شما میتونید استفاده بکنید. حالا اینم که میگه به اکانت یوتیوبت لاگین کن تا پخش کنم، کاری با این موضوع نداریم. پس این شد آی فریم و قابلیت امبدی که توی یوتیوب و در واقع آپارات و اینا وجود داره. ما یه تگی هم توی HTML داریم به اسم object. میاد یه اتریبیوتی به اسم دیتا میگیره و توی اتریبیوت دیتا شما آدرس اون فایل چند رسانیتون، یعنی موزیک و ویدیو، حتی صفحه HTML دیگه ای که مد نظرتون هست رو وارد میکنه. من الان اینجا آدرس فایل ویدیومو اینجا با تگ آبجکت هم وارد کردم و همون کار رو برای من میکنه. این رو رفرش میکنم، ببینیم به این شکل ویدیو جایگذار میشه. اگه آدرس موزیکم رو میدادم، ذخیره بکنم، یا مثلا اینجا بیام همون آدرس wikipedia.org رو مثلا بدم، ذخیره بکنم، بیام اینجا به این شکل اینو برای من لود میکنه. کاربرد اصلی این تگ بیشتر برای نمایش مثلا فایل های PDF اینا توی صفحه HTML تون هست، چون فایل PDF رو مثلا نمیشه با آی فریم توی صفحه HTML تون نشون بدین. کاربرد تگ آبجکت بیشتر همون نمایش فایل PDF و فایل های فلش که قبلا کاربرد داشت الان دیگه منسوخ شده بود ولی خب میشه این موزیک و آهنگ و صفحه HTML دیگه و اینا رو هم باهاش نشون داد. یه تگ دیگه هم داریم به اسم embed که اینم یه اتریبیوت سورس میگیره به این شکل که توی سورسش آدرس مورد نظر رو میدیم. این تفاوتش با آبجکت اینه که آبجکت تگ بسته داره ولی این نداره. یه تفاوت دیگه هم که داره اینه که توی آبجکت شما میتونین آدرس یک وبسایتی هم بدین که یک صفحه دیگه داخل صفحه شما لود بشه، ولی
توی تگ امبد این قابلیت وجود نداره. شما فقط میتونین آدرس فایل، حالا PDF، ویدیو، اینا رو بدین و برای شما نمایش بده. مثلا من همین آدرس رو کپی میکنم و میارم به عنوان سورس میدم به این تگ امبدم و میام اینجا رو این اینجا اضافه شد. پس با تگ embed object iframe آدیو و ویدیو و نحوه استفاده از اینها توی این جلسه ما آشنا شدیم که همشون مهم و کاربردی هستن. با تگ های مربوط به تصاویر هم که قبلا آشنا شده بودیم. این جلسه هم تموم شد، در عین سادگی بسیار پرکاربرد هستش. امیدوارم که موفق باشیم.